توی یکی از پارکینگ‌های حاشیه‌ای برج میلاد هستیم. خودروی KMC J7 نسخه برقی. می‌خوایم ببینیم که چه تفاوت‌هایی با نسخه بنزینی داره. این ماشینی که می‌بینید KMC J7 نسخه الکتریکی یا تمام برقی خودروی KMC J7 کرمان موتور هستش. با نگاه کردن به طراحی ظاهری ماشین کاملا متوجه میشید که با نسخه برقی اون ماشین مواجه هستید. جلو پنجره به رسم خودروهای برقی تفاوت داره با جلو پنجره خودروهای بنزینی. دیگه ما خبری از شبکه و شیار و اینا نمیبینیم چون نیازی به ورود هوا نداره. نمای جانبی رو دارید میبینید. شباهت قسمت عقب به KMC J7 نسخه بنزینی خیلی زیاده و فقط میتونیم بگیم اندکی گرافیک چراغا و طراحی سپر متفاوت نسبت به نسخه بنزینی. تفاوت دیگه ای در کل ماشین مشاهده نمیشه. داخل کابین KMC J7 تمام برقی نشستیم. مثل خیلی از خودروهای برقی دیگه اولین چیزی که توجه شما رو جلب میکنه داخل کابین یه مانیتور مالتی مدیای عمودی یا اصطلاحاً دیگه معروف شده به مانیتور تسلایی. سیستم سرگرمی و برخی از امکانات ماشین از طریق این مالتی مدیا قابل تنظیمه برای شما. داشبورد از 3 تا جنس مختلف با رنگ‌های مختلف تقریبا میشه بگیم آره 3 تا جنس مختلف استفاده شده. به صورت پله‌ای هست. ما یه پیانویی حالت استیل برس خورده رو داریم، یه چرم لوزی و یه چرم ساده هم که رو کیفیت بالایی داره. یه فرمون دیکات داریم، کلیدهای کنترلی کروز کنترل و تنظیم سیستم صوتی رو داریم. مثل خودروهای برقی دیگه یه اهرم دنده دوار داریم که شما میتونید آر و ان و دی رو انتخاب کنید. از نظر امکانات هم خیلی مثلا یه سری از ماشین‌های چینی نمیتونید توقع داشته باشید که سیستم نمیدونم 14 15 تا 20 تا سنسور و رادار سیستم‌های ADAS رو داشته باشه، ولی در حد اندازه خودش امکانات مناسبی داره. سنسور بارون رو داریم، ترمز پارک برقی رو داریم، اتو هولد رو داریم، سیستم کنترل پایداری الکترونیکی رو داریم، ترمز کمکی هیدرولیک رو داریم و بقیه امکاناتی که خب دیگه تو همه خودروهای امروزی مخصوصا چینی ها وجود داره. در کل میتونیم بگیم کیفیت کابین مناسبه، مخصوصا طراحی و ارگونومی صندلی ها. حالا چون تاکسی هم هست احتمالاً تو مسافت نسبتاً طولانی برای راننده و سرنشینان کمتر آزاردهنده باشه و ایجاد خستگی بکنه. در KMC J7 تقریباً وات توان از این پیشرانه دریافت میکنیم. 140 کیلووات بخوایم به اسب بخار تبدیلش کنیم تقریبا هر 1 کیلووات 1.3 اسب بخار میشه که میشه چیزی معادل 185 تا 186 اسب بخار. 340 نیوتن متر گشتاور این ماشین هست. سرعتی هم که میتونه بره 140 کیلومتر در ساعت هستش. یه نگاهی با هم به موتورش بندازیم. بسیار عالی. این موتور این ماشین هستش. باتریا بین 2 تا محور قرار گرفته کف ماشین. با شارژ سریع تقریبا در عرض 50 دقیقه شما میتونید این باتری رو تا 80% شارژ کنید. با شارژ معمولی چیزی حدود 8 ساعت طول میکشه تا باتری 100% بشه. یعنی یه شب تا صبح زمان نیاز دارید برای شارژ کردن این ماشین. راجع به باتری‌های این ماشین هم بهتون لازمه بگم که این باتری‌ها لیتیوم یون نیستش. یعنی باتری این باتری LFP هستش که حالا یه مزایایی داره نسبت به باتری لیتیوم یون و یه معایبی. مثلا معایب عیب اصلیش اینه که نسبت به باتری لیتیوم یون شارژ کمتری رو تو خودش نگه میداره، ولی اصلی ترین مزیتش اینه که خطر انفجار و آتش سوزی رو نداره. این باتری LFP که میشه لیتیوم فسفات آهن توی این ماشین استفاده شده و حالا با در حالت فول شارژش بخوایم بهتون بگیم تقریبا 400 کیلومتر طی میکنه، ولی این 400 کیلومتر اطلاعات کاتالوگیه و به پارامترهای زیادی بستگی داره که شما بتونید این 400 کیلومتر با یه شارژ پر بروید یا نروید. مثلا به سرمای هوا، دمای هوا، به همه اینا بستگی داره. بهشون گفتیم این درگاه شارژ این جلو خیلی انتقاد میکنن که ممکنه ایراد باشه. از نظر ما ایراد طراحی نیست، چون وقتی پشتش رو نگاه میکنیم مراحل تعویضش اصلا کار پیچیده و خاص و آنچنانی نیستش. یعنی یه سوکته که تقریبا یکی از دوستان الان میگفت مثل
تعویض کلید پریز برقه. آنچنان کار پیچیده‌ای نداره، پس نمیتونه ایراد طراحی باشه، چون خیلی از خودروهای دیگه هم دقیقاً درگاه شارژ تو همین قسمت قرار گرفته. ماشین‌های برقی به شتاب اولیه خیلی زیاد معروف و شناخته میشن. الان تو اطلاعاتی که تو کاتالوگ KMC J7 درج شده، 0 تا 50 رو در 3.5 ثانیه و 0 تا 100 کیلومتر رو در حدود 7.6 ثانیه طی میکنه. سرعتش هم گفتیم 140-150 کیلومتر، ولی قطعاً محدود شده. یعنی این ماشین خیلی سریعتر از این هم تو شتاب هم تو سرعت میتونه دست پیدا کنه، ولی خب ECU و کامپیوتر رو یه جوری تنظیم میکنن که سرعت، یعنی حد اکثر سرعت محدود بشه. به خصوص که این ماشین قراره در مرحله اول تو ناوگان تاکسیرانی شهر تهران و حالا شاید برخی شهرهای بزرگ دیگه استفاده بشه.